سلام هموطنان گرامی، من نسرین عبادی پور روان درمانگر بالینی و مجاز کشور کانادا هستم و الان در خدمتتون هستم که با شما راجع به پدیده بسیار پیشرفته و مهیج EFT یا Emotional Freedom Technique باهاتون صحبت بکنم. من بیش از 20 ساله که به کار روان درمانگری و آموزش در همه سطوح هستم و یکی از تخصص هایم که در رشته روان درمانی دارم تخصص در افسردگی است و متد پیشرفته EFT و از متخصصین ارشد اون هستم و با بیش از 8 سال تجربه میتونم بگم که تنها ایرانی هستم که این کار رو انجام میدم. من بر اثر تجربیات شخصی خودم و دیگر همکاران روانشناس و یا روانشناس های بالینی و غیره به این اصل اعتقاد دارم که رابطه نزدیکی بین روح و جسم و روان افراد وجود داره و خوشبختانه تحقیقات جدید پزشکی نیز به این صحه میگذاره که چقدر ارتباط مستقیم داره روح، جسم و روان ما و دکترهای معروفی مثل دکتر سرانو و استنبرگ هم که محقق هستند در هر روزه و در آمار جدیدی که میاد نشون میدن که استرس ها چه اثری روی سیستم ایمنی بدن ما داره و همینطور در دردهایی که در بدنمون وجود داره از سر تا نوک پای ما. این به ما ثابت شده که وقتی که ما با احساسی که استرس آوره روبرو میشیم، مثلا ترمز ناگهانی کردن برای جلوگیری از تصادف، هورمون‌هایی در بدن ما ترشح میکنه از قبیل کورتیزول و ادرنالین که بعد از اینکه اون حادثه استرس آور از بین رفت اون قطع میشن و بسته میشن مجرای اینها. ولی وقتی که ما استرس های دائم و مشکلات روزانمون برای ما هر روز تکرار میشه، این هورمون های استرسی به طور زیادی در بدن ما میمونن و موندن اونها در بدن ما باعث ضررهای زیادی در بدن ما میکنه. سیستم دفاعی بدن ما کاهش پیدا میکنه، راه رو برای بیماری های متعدد باز میکنه. اطبای زیادی همونطور که گفتم این رو صحه گذاشتن و به همین منظور هست که پزشکان اکثرا به بیمارانشون توصیه میکنن که روش های درمانی رو برای آرامش از جمله یوگا، تایچی و غیره انجام بدن. در این رابطه EFT به ما کمک میکنه که کوله‌بار سنگین ناراحتی های روحیمون رو که با خودمون هر روزه حمل میکنیم به زمین بگذاریم و در ضمن بتونیم افکار منفیمون رو کنار بذاریم و افکار مثبت رو جایه‌نشین اون بکنیم و این رو به سادگی انجام میده. حالا EFT چیه؟ EFT متد رهایی استرس از بدن ما می باشه و بر مبنای متد کهن چینی طب سوزنی که شاید با اون آشنایی داشته باشید برگزار شده، پایه‌گذاری شده و چون با روح و روان نیز کار میکنه به اون طب سوزنی روحی نیز میگویند. منتها ما با سوزن کاری نداریم و از سوزن استفاده نمی کنیم و به جای سوزن از انگشتانمون استفاده میکنیم برای تحریک نقاطی که کانالهای انرژی از اونجا رد میشه و وقتی این کار رو انجام میدیم به اعتقاد پزشکان طب سوزنی در بدن ما کانالهای الکتریسیته و انرژی وجود داره و کاری که EFT میکنه اینه که اون کانالها رو باز میکنه. EFT توسط آقای گری کرگ که فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد در آمریکا هست در اوایل 1990 بنیانگذاری شد، پایه‌گذاری شد و ایشون اون رو از یک شیوه درمانی که به همین طریق بود
پیشرفته ترش کردن با مطالعاتی که کردن و اون روشی که در اولین روشی بود که روح و طبق سوزنی رو با هم تلفیق داد روش TFT بود، ولی به هیچ وقت جای خودش رو مثل EFT باز نکرد. از EFT ما برای از بین بردن استرس، خشم، افسردگی، اعتیاد، کمی اعتماد به نفس، انواع ترس‌ها و اضطراب و حتی اجرای بهتر کار، ورزش و به هر حال بیشتر کردن مهارت‌هایمون استفاده می‌کنیم. کار EFT برطرف کردن گرفتگی کانال‌های انرژی و رهاسازی اونها. انگار که ما در یک شاهراهی در پشت ترافیک گیر کردیم و بعد وقتی که ساعتها اونجا موندیم و استرس هم برای به ما رو میکنه، ما ناراحتیم و خسته میشیم و کاری که EFT انجام میده اینه که این راهو باز میکنه، مثل پلیس میاد و ماشینا رو میزنه کنار راه، باز میشه و در نتیجه در اثر باز شدن این راه ما هم به یک آرامشی میرسیم که دیگه هم تکرار نمیشه. یا برای اونهایی که با کامپیوتر سر و کار دارن، مثل اینه که شما یک پرونده ای رو بخواین راجع بهش جستجو بکنین، بیارینش بالا و بعد دکمه حذف رو فشار بدین و این همون کار رو انجام میده. EFT هم راه رو باز میکنه و پشت اون احساساتی که مونده در اون راه ها، در اون مسیر انرژی ما رها میشه و به طور کلی هنوز معلوم نیست که به چه گونه این کار رو انجام میده، ولی نتایج اون غیر قابل انکاره. اساس EFT بر این مبناست که تمام افکار، احساسات ناراحت کننده ما در بدن ما، برای ما به وجود میاد به خاطر اختلال در سیستم انرژی ما و وقتی که اون سیستم انرژی اختلال پیدا کنه، ما این خاطرات بد و ناراحت کننده با ما باقی میمونه. مثلا میتونه از بچگی باشه تا حال. به طور مثال و فرقی که این داره با سیستم های قدیم و دیگر متدهای روان درمانی اینه که وقتی که این اختلال رو از بین ببریم، نه تنها ما نتایج مثبتی میبینیم، ولی تجربه ما هم هیچ ربطی به این نداره. یعنی به خاطر این نیست که ما یک چیزی رو تجربه میکنیم و بعد احساس ناراحتی میکنیم. و برای مثال من برای شما توضیح میدم که وقتی که دو تا ماشین با هم تصادف میکنن و دو تا راننده، یکی بلافاصله یا فردای اون رو، ولی نفر دیگه ممکنه هیچ وقت رانندگی نکنه یا همیشه با ترس و اضطراب و دو دستی فرمونو بچسبه. ولی و در EFT ما میگیم که اون اثر اون ترس و اون به اصطلاح احساسی که برای راننده دوم به وجود اومده گیر کرده در این راه و وقتی ما اینو رها بکنیم دیگه به هیچ وجهی اون ترس از رانندگی از بین میره. همونطور که من ترس های از پرواز رانندگی رو که ریشه های به اصطلاح دلایل زیاده چیز نداشتم و همینطور به صورت تصادف و غیره و اینها بوده، در کمتر از 5 دقیقه تونستم بعضی ها